کجا بذارمش خانم؟ بذارید خب 295 تومنم که باند و بتادین و اینا رو گرفتیم برای پانسمان پای بچه. همراه ما باشید دوستان. 412,000 تومن ساعت 5 3:12 دارو بچه رو گرفتیم. خب این پانسمان جدید رو ما انجام دادیم. دست این بچه هنوز بیهوشه، نگاه کنید هنوز بیهوشه. پانسمان جدید انجام دادیم. یه آمپول پلسینین هم بذاریم که چک و عفونتای این پاش گرفته بشه. و هزینه پانسمان و بیهوشی و دستمزد آقای دکتر.